سلام و روزتان بخیر باشد بیننده عزیز آزاده. برنامه نوید بامدادی است که با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر همراه شما. امروز 25 فوریه است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرهای امروز: حرکت در راه دوشنبه چناق موقتا منع شد. درخواست دانشجویان تاجیک از وزیر کارهای داخلی ایران. و یک زن قرقیز به جای نام پدر به فرزندان نام و نسب خود را داد. حرکت همه نمود واسطه های نقلیات در راه دوشنبه چناق مسیر اساسی به شمال کشور موقتا منع شده است. شرکت ایرس مسئول نگهداری این راه نیمه شب گذشته خبر داد که بسته شوی راه به خاطر زیاد بودن ترمه فرعی و افزودن خوف فرآمدن ترمه های نو می باشد. در اطلاعیه شرکت آمده است حالا تکنیک های آنها در کیلومتر 67 و دیگر قطعه ها به برطرف نمودن ترمه های کلان حجم مشغولند. برخی مسافران هم نوشتند از 2 روز به این طرف رواعات در راه دوشنبه چناق مشکل شده است. شرکت ایرس از شهروندان خواسته است ماهیت و مهمیت این اقدام را درک و با همدیگر فهم مناسبت نمایند. اشاره شرکت به آن است که بسیاری از ساکنان گفتند شرکت ایرس برای نگهداری راه از رانندگان پول میگیرد و باید 24 ساعت حرکت نقلیات را در این راه تامین کند. مسئولین شرکت در پاسخ به چنین نظرها گفتند که قسمت اساسی راه دوشنبه چناق در منطقه های کوهی است و در فصل زمستان برای بخطری ساکنان مجبورند که حرکت را موقتا منع کنند. راه دوشنبه چناق که پایتخت را به شمال کشور یعنی ولایت سوخت پیوست می کند از سال 2009 در اختیار شرکت ایرس است و شرکت برای نگهداری راه از رانندگان پول می گیرد. با وجود بحث های زیاد در جامعه تا هنوز مالک شرکت اعلان نشده است. راه دوشنبه چناق با 281 میلیون دلار قرض چین و از طرف کارپرسی ساختمان راه و پل های چین و یا چاینا رود ساخته شده است. تاجیکستان این مبلغ را با 2% بهره سالانه برای 20 سال از چین قرض گرفته و در این مدت آن را باید پره برگرداند. در این شب و روز بجز از راه دوشنبه چناق در چند شاهراه دیگری کشور نیز ترمه فرعی زیاد شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید روز 23 فوریه در قلمرو ناحیه‌های شغنان و اشکاشم ولایت بدخشان 7 حادثه لغزش ترمه به قید گرفته شد. به گفته منبع در نتیجه راه ماشینگرد خاروق اشکاشم، خاروق مرغوب و خاروق دوشنبه برای مدت بسته گردید. ترمه فرعی به گفته مقامات تا این دم تلفات جانی و خرابی در پی نداشته است. تصدیق درستی این اطلاع از منابع مستقل فعلا دسترس نیست. متخصصان آب و هواشناسی میگویند که سردی ها در کشور تا آخر هفته ادامه میکنند. کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان خواسته است تا از سفرهای بدون ضرورت به مناطق کوهی خودداری نمایند. دانشجویان تاجیک مقیم ایران از وزیر کارهای داخلی این کشور عبدالرضا رحمانی فضلی که به تاجیکستان سفر داشت خواهش کردند در گفتگو با مقامات تاجیک مسئله بازجویی و بازداشت دانشجویان را مطرح کند که در جمهوری اسلامی تحصیل کردند. آنها گفتند بیش از 50 تحصیل کرده ایران در تاجیکستان بازداشت و بازپرسی شده، برخی از آنها زندانی شدند. واکنش وزیر ایرانی و مقامات تاجیک به این نامه دسترس نشده است. رسانه‌های داخلی ایران نامه جمعیت جوانان مسلمان تاجیک را نشر کردند که در آن گفته می شود طی ماه‌های اخیر مقامات امنیتی تاجیکستان تعدادی از شهروندان خود را که در جمهوری اسلامی ایران تحصیل کردند با بهانه‌های مختلف بازداشت و دادگاه این کشور آنها را محکوم کرده است. بیش از 50 تن از دانشجویان مقیم ایران پس از بازگشت به کشور بازداشت شده مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفته، تعدادی از آنها آزادی مشروط گرفته و تعداد دیگر به جرم‌های مختلف متهم و به حبس‌های طولانی محکوم شدند. خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شبکه نیمه دولتی خبری دانشجو نوشتند مقامات تاجیکستان دانشجویان تاجیک را که در این کشور به تحصیل کردند به افراطگرایی، تروریسم و جاسوسی به نفع ایران عیبدار کردند. مؤلفان نامه تاکید کردند که این دانشجویان به صورت قانونی و اقامت معتبر در دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل بودند.
بر اساس اطلاع به دست آمده، دادگاه این افراد پشت درهای بسته صورت گرفته و آنها از 6 تا 14 سال حبس شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی روز 23 فوریه با پرزیدنت امامعلی رحمان دیدار داشت. در قرقیزستان یک زن که نویسنده کودکان می باشد، نام پدر فرزندانش را خط زده نام خود را به آنها داده است. مقامات خدمات اسناد شهروندی از بالای او به دادگاه شکایت کردند و قرار است مرافعه 25 فوریه برگزار شود. خدمات دولتی به قیدگیری به دادگاه مراجعت کرده گفت که نویسنده آلتین قپالووا به 3 فرزندش ماتچستوا یا مترانیم داد و این خلاف با مقررات می باشد. قپالووا در صفحه خود در فیسبوک نوشت دولت باید مقررات بین المللی درباره برابری جنسیتی و مبارزه با تبعیض نسبت زنان را رعایت کند. به جای از بالای من به دادگاه شکایت کردن، باید در قانونها اجازه دهند که مادران هم مثل پدران حق برابر دارند و فرزندان می توانند نامهای دوگانه و سه‌گانه داشته باشند. نوشته از قپالووا هم گفته است که او قانون را نه بلکه عادتهای جامعه مرد سالار را ویران کرد. مقامات عقد نکاح گفتند که این قضیه حقیقت دارد و قپالووا قانون حالت شهروندی را نقض کرده است. آلتین قپالووا 37 سال دارد و مادر 3 فرزند است. او یک فعال حقوق زن است و 19 ژانویه خبر داده بود که پدرهای بیولوژیکی فرزندانش را از حق پدری محروم کرده به کودکان نسب خود را داده است. از قرقیزستان یک خبر دیگر داریم. صادر جباروف در نخستین سفر خارجی خود در مقام رئیس جمهوری قرقیزستان به مسکو سفر کرده روز 24 فوریه با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو میکند. در این ملاقات همکاری های دو کشور در بخش های مختلف از جمله تجارت و سودا، همکاری ها در دایره سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا، تاثیر پاندمی به ساحه های مختلف کشور بررسی می شوند. به اطلاع بخش قرقیزی رادیوی آزادی، سفر جباروف به مسکو تا 25 فوریه ادامه میکند و در این چهارچوب قرار است اینچنین با نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین، رهبر شورای فدراسیا ولنتینا ماتوینکو و رئیس دومای دولتی ویاچسلاو ولودین دیدار و گفتگو کند. 2 روز پیش از پرواز، جباروف سفیر قرقیزستان در مسکو را نو کرد و به این وظیفه گلناره کلارا سامت را تعیین نمود. 22 فوریه جباروف با رهبر چین سی جین پین گفتگوی تلفنی انجام داد. سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان گفت جین پین جباروف را به پکین دعوت کرده است. قرقیزستان بعد انتخابات پارلمانی ماه اکتبر این پارسال در یک حالت بحرانی قرار دارد. در اوج اعتراضهای بعد انتخاباتی، جباروف یک از چند سیاستمدار شناخته بود که از زندان آزاد شد. او را برای حادثه آدمربایی در سال 2013 به 10 سال حبس محکوم کرده بودند، ولی خود او این اتهام را قبول ندارد. پرزیدنت سورونبای جینبکوف به استعفا رفت و در قرقیزستان ینور امسال انتخابات نو پرزیدنتی برپا شد که جباروف 52 ساله برنده آن گردید. ناظران بین المللی انتخابات را در مجموع مطابق با معیارهای بنیادی نامیدند، هرچند به گفتهشان آوازدهی نه چندان عادلانه گذشت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ایران را در آن متهم کرد که بعد سقوط دادن هواپیمای مسافربر اوکراینی در فرودگاه بین المللی تهران در ینور سال 2020 یک تفتیشات نامناسب راه اندازی کرده با رد کردن مسئولیت‌های خود دیگران را گمراه کرد. آگنس کلامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل، عاید به حکم‌های ناعادلانه و خودسرانه در گزارشی 45 صفحه‌ای خود در پایان تفتیشات 6 ماهش روز 23 فوریه گفت ایران با سقوط دادن هواپیمای شرکت بین المللی هوایی اوکراین و حمله مرگبار بعد آن در چندین حالت به نقض حقوق انسان دست زده است. کلامارد در متن گزارشی که نسخه اولش 2 ماه پیش به مقامات ایران هم ارسال شده است، نوشت شرح نامرتب رسمی ظاهراً به خاطر ایجاد بی‌بندوباری زیاد و ارائه مشخصات خیلی کم انجام شده است. او گفت شرح مقامات ایرانی تفتیشات را گمراه کرد. در حادثه‌های سال گذشته بعد آنکه هواپیمای مسافربر اوکراینی در بیرون از فرودگاه تهران افتاد و همه 176 مسافرش را کشت، ایران چندین روز نخواست اعتراف کند که نیروهای این کشور گناهکار این حادثه می باشند. در آن حادثه ایران در حالت تنش با آمریکا 2 موشک پرتاب کرد و این موشک‌ها به هواپیما رسید.
مقامات اویاتسی ایران اشتباه انسان را سبب رخ دادن فاجعه نامیده، گفتند که رادار ارتباطی با یک واحد نظامی مشکلی تماس داشت. بانک ملی تاجیکستان قالب اسعار خارجی را در برابر سامانی برای امروز 25 فوریه چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، برنامه نوید بامداده بود که با آخرین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. ما همیشه در تلاش آن هستیم که تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را به شما رسانیم. پیگیری سامانه و صحیفه های ما را در شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید و همیشه در پناه خدا باشید. روز بخیر.